برای چند صد سال تمامی محققین، باستانشناسا، تاریخ پژوهان و حتی شکارچیان گنج سانت به سانت، متر به متر تمام بیابانها و شنزارهای خاورمیانه رو دنبالش گشتن. خیلی از دانشمندا و باستانشناسا به این نتیجه رسیدن که حتما این شهر و منطقه تمدنی نه یک شهر واقعی بلکه سرزمینی خیالی و افسانه‌ای باید باشه. وقتی که جامعه علمی پذیرفته بودن که این تمدن ایرانی صرفاً یک شهر خیالی و افسانه‌ای بوده، یک بارون همه چیز رو تغییر داد. بارندگی سنگینی که نیمه شرقی و حوالی کویرهای شرق ایران رو سیراب کرده بود، پرده از یک راز 8000 ساله برداشت. مگه این تمدن و دولت شهر چه ویژگی هایی داشته که 200-300 سال وجب به وجب تمام بیابانهای خاورمیانه رو دنبالش بودن؟ چرا دانشمندان معتقد بودن که اگر این شهر پیدا بشه باید تاریخ پذیرفته شده بازنویسی بشه و مبدأ تاریخ تمدن دیگه بین النهرین یا میان رودان نیست بلکه نیمه شرقی ایرانه؟ به ساعت 0 آرتا تمدن مخفی شده 8000 ساله ایرانی خوش آمدید.